روز 16 آگوست سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در وزارت کارهای خارجی، مدافعه، کارهای داخلی، کشاورزی، دستگاه اجرایی پرزیدنت و شرکت برق تاجیک یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمانهای پرزیدنت و قرارهای حکومت جمشید سفرزاده و سید اسرار عبدالله زاده به وظیفه های مسئول در هیئت فرمانده وزارت مدافعه و نورعلی اسوزاده معاون یکم وزیر کشاورزی تعیین کرده شدند. همچنین با امر پرزیدنت محمد جمعزاده مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت عاید به مسئله های اقتصادی تعیین گردیده است، ولی تغییرات کادری از همه بیشتر در دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. با امرهای پرزیدنت سلیم زاده به مقام سردار ریاست کشاورزی، زلفیه دولتزاده سابق وزیر فرهنگ سردار ریاست رشد اجتماعی، محمد امیرزاده سردار ریاست رشد انفراستراکچور، تاج‌الدین رحیمزاده معاون سردار این ریاست، سیداعظم قادرزاده سردار شعبه دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم، خورشید عربزاده سردار کارخانه واحد دولتی تعمیر و ساختمان، فرهاد صابرزاده مدیر کارخانه واحد دولتی طب و نشر شرق آزاد دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین گردیده. آدینشا ولیزاده از وظیفه سردار شعبه دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم و گلجان عبدالفتاحزاده از وظیفه سردار ریاست رشد اجتماعی دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد کرده شدند. همین طور بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به وظیفه های نماینده وکالتدار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نزد مرکز منطقوی هماهنگساز اطلاعاتی آسیای مرکزی عاید به مبارزه با معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشأه‌دار، ماده‌های پسیخوتروپی، سرداران شعبه های میلیس شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان، نویه حمدانی ولایت ختلان و نویه های ورزا و تاجیک‌آباد، معاونان اول و معاونان سردار ستاد کل قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان، کمیسران حربی نویه های کوشانیان و دیوکانت ولایت ختلان، نویه شهرنو و نویه ظفرآباد، سپتامین و احش ولایت سوخت و مدیر گروه تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیرویی جمعیت سهامی کشوده برق تاجیک از حساب کادرهای جوان و صاحب تخصص و دارای تجربه رهبری تعیین کرده شدند. ضمن صحبت با کادرهای نفت‌تعیین شده امامعلی رحمان آنها را به کار و خدمت صافدلانه و صادقانه در مد اول گذاشتن منفعت‌های دولت و مردم تاجیکستان، حفظ شایسته از منفعت‌های وطن در سراسر جهان، تامین ولایت قانون، تربیت کادرهای جوان، از خود نمودن زبان‌های خارجی و تکنیک و تجهیزات معاصر و بلند برداشتن آمادگی دائمی قوه‌های مسلح دعوت کرده است.